سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من. این ویدیو قرار نیست طولانی باشه، واقعا سعی می‌کنم زیر 10 دقیقه تمامش کنم، به خاطر اینکه فقط می‌خوام یک سری اطلاعات بدم و آپدیتتون کنم. پس خواهش می‌کنم حتما این ویدیو تا انتها ببینید، به خاطر اینکه می‌خوام در مورد 5-6 تا چیز خیلی مهم صحبت کنم که دوتای آخرش به نظرم از همه خیلی مهم‌تره. و یه چیز دیگه این که این ویدیو میره تو پلیلیست هات تاپیکام، چون هر آن چیزی که مربوط به خودمه، حالا یه تجربه خاصی از یک موضوع خاصی یا مثلا تو پلیلیستم و پلیلیست هات تاپیک رو برید نگاه کنین، مثلا نحوه گرفتن بیمه تو امارات، فرق بیمه امارات و فلان، یا مثلا نحوه گرفتن گواهینامه، یه چیزای اینجوری رو توش میذارم که تجربه خودمه و یه کشف خودم بود، در واقع میشه گفت مسیری بودی که خودم رفتم. امروز هم میخوام در مورد این با تو صحبت کنم که اگه که یادتون باشه ولاگش اینجاها میذارم، تقریبا 1 ماه پیش من گفتم که یه مقدار حالم خوب نبود، مریض شدم و بعدم این مریضی یه جوری دیگه ای داشت تاثیرش رو میذاشت که رفتم دکتر و دکتر بهم گفتش که باید برم توی یه تایپ دایتی خاص که امروز میتونم بگم که دیگه البته میگم 30 روز کامل شده، حتی 32 روز شده، ولی ما میگیم 30 روز کامل من بدون هیچ گونه قندیم. حالا میخوام بیام بهتون بگم که آقا تجربه من بعد از 30 روز توی رژیم 30 روزه کاملا بدون قند، بدون هر چیزی که قندی داشته باشه، حالا بهتون جلوتر میگم که یعنی چیا، چی بوده. و واقعیت اینه که تا حالا من هزار تا مثلا ویدیو دیده بودم، تبلیغات دیده بودم، اینطور چیزا، همه فقط میگفتن و یک سری چیزها رو اشاره نمی‌کردن بهش، یعنی فقط در مورد چیزای خیلی ساده صحبت می‌کردن، چیزایی که وقتی با یه چت جی پی تی سرچ کنی به نتیجه می‌رسی. ولی من تجربهش کردم، من یه پوینتایی، یعنی واقعا 2 تا پوینت آخر که می‌خوام بهتون در موردش حرف بزنم، 2 تا پوینتیه که کم در کسی دیدم تا حالا، کسی که بگیم قندو میگه من قندو مصرف نکردم ولی بهش اشاره کنه. خب حالا سریع برم سر نکاتی که میخوام بهتون بگم. بچه‌ها توی این 30 روز اولا بهتون بگم که من هیچ گونه شیرینیجات و حلهولجات و اینا که هیچ، خب قند و شکر و خرما هیچی، خب یعنی حتی من قهوه‌ام کردم، شاید واقعا من کلا شاید توی این 30 روز شاید سرجم میگم نصف 1 کاپ قهوه خوردم، تازه بازم اونم رفتم شیر بادام خریدم، باز نمیدونم ولاگشو دیدین یا نه، اینجا میذارم، اونم میتونید ولاگشو ببینید با شیر بادام که دیگه حتی اون قند شیره هم اذیت نکنه. نونی که مصرف کردم شده نون پروتئینی، یعنی کاملا لو کرب، چون میدونین قند فقط خوردن شکلات نیست، هر چیزی که کربوهیدرات زیاد داره تبدیل به قند و گلوکوز میشه. و پاستا به هیچ عنوان، ماکارونی، لازانیا، نون سفید، هیچی، برنج هیچی. بچه من 30 روز برنج نخوردم، 30 روزیش کدوم اینا رو نخوردم. میوه ها نگاه کردم کدوم میوه ها کربوهیدراتش بیشتر، اونا رو نخوردم، مثل موز و اینا. و بیشتر اگه دیده باشین توت و بلوبری و مثلا توت فرنگی و توت سیاه و سیب و گریپ فروت و اینطور چیزا خوردم. خب و نوشیدنی آب، باز توی ولاگ گفتم چه جوری رسوندمش به 2 لیتر، باز اینجاها میذارم لینکشو، اگه نبود همه اینا تو دیسکریپشن باکس هستا. توی اون ولاگ قشنگ توضیح دادم که چه جوری من دارم روزی 2 لیتر آبو میخورم. اولش خیلی سخت بود ولی بعداً راه افتادم و در نهایت تقریبا میشه گفت هر مثلا 2 روز فست بودم، 1 روز نبودم، 2 روز فست بودم، 1 روز نبودم. یه چیز کامل از این و بیشترین پورشن غذایی که من میخورم، یعنی حجم غذایی تو بشقاب من پروتئینه و بخش دیگهش فیبره، که این فیبر از سالاد و سبزیجات پخته و حتی سیب زمینی که خوردم، میتونم بگم تنها کربوهیدرات سیب زمینی بوده که تو ایر فرایر بوده و اصلا سرخش نکردم و هیچ عنوان. حتی باشه این مدت من پنیر چیز بوده، واسه حالا مثلا پنیرای اوکی، ولی من کات چیزه رو استفاده کردم، در واقع سعی کردم پروتئین و فیبر ببرم بالا، کربوهیدرات رو بکشم پایین. نتیجه پایان 30 روز بچه‌ها، اولا بهتون بگم که از هفته دوم من متوجه این موضوع شدم، ولی الان میتونم میگم محکم بیام در مورد حرف بزنم که آقا من ریزش موهام استاپ شده، ریزش موهای من استاپ شده. بچه من ماه پیش رفتم ناخونامو درست کنم، چند روز پیش که رفتم دوباره ناخونامو درست کردم که ولاگ اونم گذاشتم، آرایشگرم میگه شیما چیکار کردی تو یک ماه موهات بلند شد؟ من موهام اینقدر بلند شده، ببین من رشد موهام بد نبود ولی اینقدر تو 1 ماه خیلیه. ریزش موهام استاپ شده، رشد موهام زیاد شده و بچه‌ها من پوستم شفاف شده، سفت شده، با اینکه من کاهش وزن داشتم و من اصلا نمیخوام
در مورد کاهش وزنم توی این ویدیو بگم، چون خوش یه پروسه طولانیه. اگه دوست داشتین میتونین یه کامنت برام بزنین که کاهش وزن و من بهتون میگم که توی این 3 روز چجوری من 7 کیلو کم کردم. ریز کارامو بهتون میگم بدون ورزش. اینم باید بگم بهتون. بعد بچه‌ها من پوستم سفت شده، براق شده، شفاف شده و اگه از قدیمی‌ها باشین یادتونه من همیشه یه جوش اینجا داشتم یا یه جوش اینجا داشتم. نزدیک پریودم که میشد صورتم جوش میزد. بچه‌ها من دیگه جوش نمیزنم. صورتم، کمرم، به هیچ عنوان من دیگه جوش نمیزنم و من اصلا اینجوری هم چی شد؟ هیچی. یعنی این پوست زنده شده، براق شده، موها قدرت گرفته، تار موهام کلفتر شده، اصلا دیگه ضخامتشون خیلی خوب و اصلا واقعا لذت بخشه و من مو رو سر 2 هفته متوجه شدم. چهارمین چیزی که برام پیش اومد اینه که بچه‌ها خوابم خیلی عمیق شده. من آدمی بودم که اینجوری میکردم بیدار بودم. آدمی بودم که اگه مثلا ساعت 10 هم میخوابیدم فرق نمی‌کرد، 11 میخوابیدم فرق نمی‌کرد. اوج خواب مثلا 2-3 ساعت از خواب گذشته، بیای تو اتاق برین که چراغ روشن کنید، یه چیز ساده رو یواش یه بار ازم بپرسی، اینقدر مغزم هوشیار بود، آگاه بود، بیدار میشدم جواب میدادم بدون نقطه این ور اون ور. اما من خوابم عمیق شده بچه‌ها. من 6 ساعت عمیق میخوابم و واقعا لذت بخشه و من میتونم بفهمم که چقدر قند روی موضوع تسلط داشته، گلوکوز چقدر روی مسئله تاثیر داشته عمیق. اما پنجمی و ششمی که از همه مهمتره که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. دیدین آدم وقتی به خودش نشسته داره یه کاری انجام میده یا اصلا حتی داری کار میکنی، حتی داری چیزی درست میکنی، گاهن حتی داری با کسی حرف میزنی، آدم نشخوار ذهنی داره، آدم ذهنش همش توش هی جملات مختلف تکرار میشه. وای جواب فلانی اون دادم، این کارو نکردم، فلانی چرا اونجوری شد، این ببین آدم همش ذهنش درگیره. یا یه اخباری رو که میخونی یا یه خبر، حتی خبر خوب، تا چندین ساعت رو سر تاثیر میذاره، تو ذهن تاثیر میذاره، چه برسه اخبار بد که دور تا دور نگرفته. بچه‌ها من نشخوار ذهنی دیگه ندارم. من کاملا در لحظه‌ام و ذهنم آرامش داره. یعنی میتونم الان من میدونین این چی شده؟ این باعث شده من تمرکزم بره 100 و کاش فقط رو تمرکزم بود لامصب تو رو پرفورمنس منم تاثیر گذاشته. یعنی قشنگ اینجوری هم که میتونم، من قبلا اگه یه A پلن داشتم یه B پلن داشتم، من الان تا EOF پلنم دارم. یعنی آیدیا باشه حداقل اگه بخوام بگم بچه‌ها فقط برای یوتیوب و تلگرام، راستیتون نره کانال تلگرام رو فالو کنید، من این تا آیدیا نوشتم، این تا آیدیایی خفن و خودم اینجوری هم که کجا بودن، انگار لاک ذهنی ورشه شده. پس من وقتی اون نشخوار فکری و ذهنی رو ندارم، ذهنم آرامش داره برای اینکه در لحظه باشه، برای اینکه خلاقیتم رشد کنه، برای اینکه عملکردم بره بالا، تمرکزم بره بالا. و واقعا چرا هیچکی در مورد این حرف نمیزنه؟ واقعا برام عجیبه. و آخری که فکر میکنم برای همه خیلی مهمه ولی برای خانوم ها یه جور دیگه خیلی مهمه. به عنوان یه خانوم میگم، به عنوان یه جنس مؤنث میگم، اعتماد به نفس من رفته بالا. اصلا هم نمیفهمم چجوری اعتماد به نفس من رفته بالا. خب اگه که از قبل باشید میدونین که من در مورد مسئله اعتماد به نفس صحبت کرده بودم که کلا هم یه مقدار توی مسئله مشکل دارم و با تراپیستم دارم کمک میکنم، ولی این رژیمه، این نخوردن قنده، پایین آوردن کربوهیدراته یه جوری رو من تاثیر گذاشته که حتی وقتی میرم بیرون راحت قشنگ سرم بالا، با اعتماد به نفس برم بیام حرف بزنم. اعتماد به نفس اصلا نمیفهمم چه کار کرده. از نظر علمی هیچ آگاهی ندارم که چجور این اتفاق افتاده. تنها چیزایی که میدونم از نظر علمی اینه که وقتی که شما قند اضافه نمیخوری و در واقع اون بدنتون دایجست راحت تری داره و اون انسولینی که باید ترشح بشه اینا به صورت اتومات داره اتفاق میفته، هورمون های شما شروع میکنه بالانس شدن. اینو میدونم چون بالاخره انسولین هم اگه اشتباه نکنم یه هورمونه و وقتی بالانس هورمونی پیش میاد به ویژه برای ما خانوما خیلی خیلی تغییر احوالات داریم. من واقعا انقدر هیجان بودم که بیام این ویدیو رو بگیرم، یعنی منتظر بودم بشه 30 روز، ببین حتی نوشتمش که بیام به شما بگم بچه‌ها باور نکردنی تاثیر داره. ازتون نمیخوام که این رژیم رو شما سر خود بگیرید چون بعضی ها
اصلا احتیاج نداره که کربوهیدرات رو حذف کنن. بعضی اتفاقا به کربوهیدرات بیشتری نیاز دارن. پس خواهشاً اول با دکترتون صحبت کنید. اما اگر که میدونید که کربوهیدرات براتون خوب نیست و خودتون هم متوجه این کربوهیدرات روتون تاثیر مخربی داره و برای انسولینتون، برای قندتون مشکل ایجاد میکنه، مخصوصاً کسانی که مشکل مقاومت به انسولین دارن. من بهتره اینو بذارم توی تایتل یا بجا آره واقعا میذارم مقاومت به انسولین با من چه کرد، باید همچین چیزی رو بنویسم. بچه‌ها خواهش میکنم این کارو بکنید. 30 روز. من آدم هله هوله خور، من آدمی نیستم که غذا بخورم، من عاشق میوه، من میتونم روزی 1 کیلو سیب بخورم و من الان روزی یه دونه مثلا حالت سیب بخورم. 2 روز من سیبم تمام شده، چیز میخورم، ببخشید گریپ فروت خوردم و توت. من عاشق هله هوله و همه اینا رو گوشم کنار. میدونم اولش سخته، 1 هفته 2 هفته اول، 1 هفته 10 روز اول سخته، ولی آقا شما بعد 2 هفته نتیجهشو میبینین. یعنی آخه حیف نیست، واقعا حیفه. من فکر میکنم که واقعا من باید این تجربه رو میمدم با شما به اشتراک میذاشتم، مخصوصا که تو مسئله اعتماد به نفس و کم شدن صداهای ذهن و افزایش تمرکز و پرفورمنس واقعا جواب گرفتم و حیف اومد که با شما به اشتراک نذارم. میدونم احتمالاً این ولاگو خیلی دارم با هیجان میگم، برای اینکه همینقدر هیجانشو دارم. امیدوارم به درد کسایی که مشکل مقاومت با انسولین دارن بخوره، یا حتی اگه با این قضیه آشنا نیستین به گوشتون این کلمه بخوره و برین در موردش یکم تحقیق کنید، برید یکم سرچ کنید، برین چکاپ، برید دکتر و متوجه بشین که واقعا تو چه شرایطی هست. پس گفتم اگه دلتون میخواد در مورد رژیم هم بدونید که چجوری من 7 کیلو تو این 1 ماه بدون ورزش کم کردم، میتونید به یک کلمه رژیم رو برام کامنت کنید و من حتما یه ولاگ در موردش میگیرم و توضیح حسابی میدم. خواهش میکنم کانال تلگراممو فالو کنید، اینستاگرام هم هست، این کانال سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید و برای دوستاتون شیر کنید. و واقعا خوشحالم و دلم میخواست خوشحالی رو با شما به اشتراک بذارم. مرسی که این ویدیو تا اینجا دیدید. خدافظ.